سلام به دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی تحلیل پلان امروز میخوام براتون این کاری که تقریبا متراژش هست 1395 رو باهاتون بررسی کنم. این میشه جزء ورکشاپ دوره نابغه معماری که بین 1000 تا 1500 متر هستش و داریم کامل تدریسش میکنیم، تمام نکاتش رو میگیم، هم آموزش اتوکدش رو میدیم، هم ضوابطش رو به طور کامل میگیم و هم دیتیل هایی که باید برای فاز 2 باشه، در صورتی که خب توی سرفصل پکیج فاز 2 نبوده، اما من دارم همزمان باش فاز 2 رو میگم که بچه ها به طور کامل کارو یاد بگیرن و بتونن انجام بدن. خب بریم سراغ تدریس امروزمون. من میخوام براتون موقعیت زمین و تحلیل پلان پارکینگش رو انجام بدم چون پر از نکته است. بچه زمین من یه زمین 10/30 جنوبی هستش، خب و متراژش 300 متره که گذر شمالم 12 متره. این سایت پلان منه. خب 12 متره. سمت شرقم یه مجاور شرقی دادم که نوساز 5 طبقه است مثل خودمه و سمت غربم یه مجاور غربی 2 طبقه روی همکف دارم. شاید براتون سوال پیش بیاد که این همسایه من پخت داره، چرا زمین ما پخت نداره؟ دوستان این به این علته که این کار مجوزش گرفته شده توی شهرداری. به چه صورت؟ به صورتی که از مجاور غربی رضایت گرفتیم بابت پوشوندن این پخی که باید میزدیم و نزدیم و این رضایت به صورت 2 طرفه بوده که بعداً هم اگر این مجاور غربی بخواد بسازه بتونه این پخو بپوشونه و مثل ما این تیکه رو پر کنه. اما این یه تیکه رو من نمیدونم چه، چون تو سایت پلانم ندارم، نمیدونم موقعیت اینجا همسایه است یا گذره. در هر صورت احتمالاً همسایه است چون اینجا هم دوباره ما یه پخ داریم که برای پوشوندن این پخ این همسایه دوباره باید از هم مجاور سمت غربش رضایت بگیره. و کدای ارتفاعی که داشتم این قسمت منفی 15 سانت بوده به این صورت و این قسمت هم 0 من بوده. خب پس این شد تحلیل سایت پلانم که من موقعیتم رو در آوردم. ساختمون منم بر اساس 60/2 کشیده شده. به چه صورت؟ چون 30 متر دیگه، درسته؟ 30 متر وقتی که سطح اشغالم شمال قرار داره میشه 13/0.60/2 میشه 20 متر و چون گفتم سطح اشغالم شمال حیاطم جنوب میفته و گذرم هم که از این بالاست و ورودی ماشینم از قسمت شماله. همونجوری که میبینین چون نقشه من کامله توی تحلیل سایت پلانم همینو گذاشتم، ورودی پارکینگ و ورودی اصلی ساختمون رو هم نشون دادم. میام سراغ طبقه همکف که ورودی ماشین و آبر من هستش. یه نکته که بهتون بگم، وقتی که تعداد پارکینگ مورد نیازتون تامین شد یا اینکه پارکینگ مازاد داشتین و میتونستین حذف کنین، بهتون پیشنهاد میکنم که ورودی پارکینگ و آبرتون رو حتما عقب نشینی کنین چون خیلی تاثیر داره هم روی کارتون، همین که ورودی عقب نشینی داره خیلی کارتون رو بهتر میکنین که یه سره مثل این کار بیان و وارد ساختمون بشن. اما یه جایی ما مجبوریم چون باید تامین پارکینگ کنیم و تامین پارکینگمون توی اولویته. خب حالا چرا من باید تامین پارکینگ کنم؟ چون 5 طبقه 2 واحدی دارم، خب و باید حتما 10 تا پارکینگ رو داشته باشم. اینجا درب کرکره‌ای من هست که من به صورت 3 متری قرار دادم که باید میدونید طبق آیین‌نامه باید 3.5 متر باشه، اما یه سری از شهرداری توی شورای معماری اینو از ما 3 متر هم میپذیرن. حالا چرا کرکره‌ای گذاشتم؟ چرا نیومدم مثل همین قسمت آبرم تک لنگه یا 2 لنگه بذارم؟ خب من اگر دربم رو بزرگ کنم به اندازه همین 3 متر، خب به این صورت میبینین که وقتی که این در باز میشه میاد تو مانور گردش این پارکینگم و باعث حذف این پارکینگم میشه، درسته؟ پس من نمیتونم اینجا این فضا رو در نظر بگیرم چون که از اینجا تا اینجا گردش چقدر 2 متره و من باید 5 متر داشته باشم. خب حالا که گفتم 5 متر شاید براتون سوال پیش بیاد که پس چرا اینجا تو 4 متر و 66 داری؟ بچه ها این زمین درسته که صافه اما من انتخابش کردم چون پر از نکته و دیتیله. به این علته که زمین هایی با بر 10 و با بر 15
استثناءً میتونن گردششون 4 متر و 50 باشه. به خاطر همین موردی که میبینی خب من وقتی که اینجا یه 5 متر دارم پشتش دیگه 5 متر نمیمونه، من در زنقطا دارم، ضخامت دیوار دارم و این برام نمیمونه و این 4 متر و 66 رو میبینین که من بعد از نازوکاری لحاظ کردم. خب حرکت موس منو دقت کنین. من از اینجا وارد شدم، یک ماشین اینجا پارک کرده، یک ماشین اینجا پارک کرده، دوباره میام جلوتر، یه ماشین اینجا، یه ماشین اینجا و یک ماشین هم اینجا. این باکس من 7 متری هستش و 3 ماشین دیگه هم اینجا قرار دادم. پس تو همکفم 5 پارکینگ دارم. همونطور که میدونی اینجا هم که ورودی راه پلم هست که این نکات کاملا ساده و ابتدایی و شما بلدش هستین که اینجا یه داکت فشار مثبت داشتم برای مکنده هوای راه پله که باید 45 در 70 باشه. اگر میتونی اینا رو حتما نوت بردار. و اینم راه پله من 1 متر و 60 در 2 و 2 متر و 40 در 4 متر و 80 بدون احتساب نازوکاری میشه چی؟ مفید راه پله من. خب حالا من از اینجا یه رمپ دادم با شیب 17%. از اینجا اومدم وارد یه فضای گردش پارکینگ شدم و از این قسمت خارج شدم. میبینی که خروجی من از اینجا هست و این قسمت برای گردش ماشین هم هست که میخواد تو زیر زمین بچرخه. رمپم رو که اومدم 2 تا پارکینگ اینجا قرار دادم و 2 تا پارکینگ اینجا و یه دونه به صورت مزاحم. دقت کنین شما میتونین در حال حاضر مزاحم رو به صورت 1 به 1 تامین کنین. 1 به 1 یعنی چی؟ یعنی برای 1 واحد حساب میشه، یعنی 2 پارکینگ برای 1 واحد مسکونی محسوب میشه و شما مجاز نیستین برای 2 واحد مسکونی حسابشون کنین. و دوباره اینجا هم که راه پله من سرگیریاش برطرف شده، چشم پله ها همه در نظر گرفته شده به درستی و این نکته ای بود که راجع به پلن پارکینگ باید میدونستین. تمام دیتیل های فاز 2، دیوارهای خارجی، تیپ بندی در پنجره رو باید قرار بدیم براتون، آکس بندی و ستون گذاریاتون به درستی باشه و نکته دیگه که اسکلت این کار بتونیه و دیگه حداقل ابعاد ستوناتون باید 35 باشه که پیشنهادم اینه که 35 نگیرین، 40 به بالا بگیرین بچه‌ها که برای مهندسی سازی به مشکل پیش نیاد، چون دیگه نمیتونین روش نازوکاری کنین با 35. و این هم پلن داخلیشه که توی ورکشاپ بعدی براتون این پلن داخلی هم بررسی میکنم که ببینین ضوابطش به چه صورت هستش. مرسی که با من همراه بودید، دوستتون دارم. تا آموزش های بعدی خدایا رو نگهدارتون.